امروز داخل این ویدیو قراره با 3 کلمه‌ای که رفیقم بهم میگه یه فری استایل رپ خیلی خفن بنویسیم. کلماتی که قراره باشون یه فری استایل خیلی خفن بنویسیم کلمات تیر، دفتر و قلب هست. یعنی ما یه دونه متن بنویسیم که این 3 کلمه آقا توش استفاده بشه. امیدوارم لذت ببرین از ویدیو. اگه خوشتون اومد حتما سابسکرایب یادتون نره. آقا یه بیت هارد رپ خیلی خفن انتخاب کردم، بریم سراغش. رو من روی هارد رپ مغزم بازتر و بهتر تکست می‌نویسم. تا تکستم نوشتم و بچه‌ها حفظش نیستم چون همین الان هولکی نوشتمش خیلی سریع داخل عرض 2-3 دقیقه و گفتم که بریم سریع داخل دل کار دیگه، بریم ببینیم چی میشه. بیتو پلی میکنیم. جدیدن با خودکارم زدم روی دفتر تیر، رپر نسل 5 غیر داشت مدرنی، رفیقام سر و طلا میکنن شرطبندی، اگه رپ نمیکردم جا خودکار بود دستم چی، بخوام بعضی رپ کنم بک بدم که ارزش نی، همیشه کارو میکنم بعد میگم بعدشی، خزوخی لا اکیپ بدخواه ما هست خیلی، بدخواه دنی با این بیتا خورده قلبش تیر. بچه‌ها این بود از تکستی که من نوشته بودم روی بیت، خیلی فست بود، منم نفس نداشتم الان و خوندمش. تکست رو براتون دوباره میخونم. میگه جدیدن با قلم با خودکارم زدم روی دفتر تیر، رپر نسل 5 غیر داشت مطرح نیست، رفیقام سر به طلا میکنن شرط بندی، اگه رپ نمیکردم جا خودکار بود دستم چی، بخوام بعضی رپ کنم بک بدم که ارزش نی، همیشه کارو میکنم بعد میگم بعدش چی، خزوخی لا اکیپ بدخواه ما هست خیلی، بدخواه دنی با این بیتا خورده قلبش تیر. خب بچه‌ها خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. حتما کانال منو دنبال کنید، ویدیو رو لایک کنید و حتما زنگوله رو بزنید تا اگه ویدیویی گذاشتیم مطلع بشید. فعلا تا ویدیوهای بعدی، بدرود.